به نام خدا. دوستان سلامی مجدد. با فصل 5 ریاضی هفتم در خدمت شما هستم. بریم که در مورد شمارنده ها و اعداد اول صحبت کنیم. تعریف شمارنده رو داریم: اگر باقی مانده تقسیم عددی مثل آ بر عددی مثل ب صفر باشه، آنگاه میگوییم ب شمارنده آ هست. مثلا نگاه کنید، الان شمارنده های 15 رو میخوایم ببینیم. 15 ضرب در 1 میشود 15 و 3 ضرب در 5 هم میشود 15. خب حالا منظورم از این جمله بالا چی بود؟ باقی مانده تقسیم عددی مثل آ بر عددی مثل ب. یعنی مثلا 15 رو اگر تقسیم بر 1 بکنم میشود 15 و باقی مانده صفره. ببینید باقی مانده صفره. پس 15 که به دست آوردم یعنی خارج قسمت شمارنده 15 است. یا اگر 15 رو بخوایم تقسیم بر 3 بکنیم 5 سه تا میشه 15 تا، باقی مانده صفره. این نشون میده که 5 شمارنده 15 است به این شکل. یا اگر 15 رو تقسیم بر 5 بکنیم میشود 3 5 تا 15 تا و باقی مانده بازم صفره. این نشون میده 3 شمارنده 15 است. یا اگر 15 رو تقسیم بر 15 بکنیم میشود 1 15 تا 15 تا باقی مانده صفره. این نشون میده 1 شمارنده 15 است. در مثال بالا اعداد همونطور که دیدین اعداد 1 3 5 و 15 شمارنده های عدد 15 هستن. حالا یه مثال دیگه با هم دیگه حل میکنیم. شمارنده های عدد 36 رو میخوایم پیدا بکنیم. 36 رو اینجا من مینویسم و از 1 شروع میکنم. 1 چند تا میشود 36 تا؟ آفرین، 1 36 تا میشه 36 تا. خب حالا میریم سراغ 2. آیا 36 به 2 بخش پذیره؟ بله، یکانش زوجه، پس به 2 بخش پذیره. 2 چند تا میشه 36 تا؟ اگر 36 رو تقسیم بر 2 کنم میشه 18، پس 2 18 تا میشه 36 تا. خب حالا میریم سراغ 3. آیا 36 بر 3 بخش پذیره؟ شرط بخش پذیری 3 اینه که جمع رقمهاش مضرب 3 باشه. الان 3 و 6 میشه 9. 9 بر 3 بخش پذیره؟ بله، پس 36 هم بر 3 بخش پذیره. 3 چند تا میشه 36 تا؟ اگر 36 رو تقسیم بر 3 کنم میشه 12، پس 3 12 تا میشه 36 تا. میریم سراغ 4. آیا 36 به 4 بخش پذیره؟ بله، 4 9 تا میشه 36 تا. میریم سراغ 5. آیا 36 بر 5 بخش پذیره؟ نه، اعدادی بر 5 بخش پذیرن که یکانشون یعنی این قسمت که الان 6 نوشته یا 0 باشه یا 5، در صورتی که این نه 0 نه 5. پس 5 رو رد میکنیم، میریم سراغ 6. آیا 36 بر 6 بخش پذیره؟ بله، 6 تا میشود 36 تا. 7 به 7 که میدونیم بخش پذیر نیست، 8 و 9. آیا بر 9 بخش پذیره؟ بله، 9 رو نوشتیم، 9 4 تا میشه 36 تا. زمانی که دیدی دیگه داره تکراری میشه بدون که همه شمارنده ها رو نوشتی. پس همه شمارنده های عدد 36 میشه 1 2 3 4 6 9 12 18 و خود 36. یعنی از 1 شروع میشه به خود عدد ختم میشه. این از شمارنده ها. حالا میخوایم بریم سراغ عدد اول. عدد اول یعنی چی؟ هر عددی که غیر از 1 و خودش شمارنده دیگه نداشته باشه بهش میگن عدد اول. یعنی چی؟ مثال میزنیم مثل 11 31 17. یعنی چی که غیر از 1 و خودش عدد شمارنده دیگه نداره؟ 11 رو نگاه کنیم، باز کنیم، چند تا میشه 11 تا؟ 1 11 تا 11 تا. آیا عدد دیگه ای هم داریم که حاصل ضربش بشه 11؟ نه. پس ببینید غیر از 1 و خودش شمارنده دیگه ای براش پیدا نکردیم. یا مثلا 17 چند تا میشه 17 تا؟ 1 17 تا 17 تا. آیا عدد دیگه ای داریم که ضرب بشه 17 رو بسازه؟ نه، بازم میشه 1 و خودش. غیر از این دیگه شمارنده دیگه ای نداره. نتیجه میگیریم که 17 عدد اوله یا مثلا 11 عدد اوله.
پس شمارنده اول عددهای اولی هستند که با استفاده از حاصل ضرب و تکرار آنها میتوان عددهای مختلفی به دست آورد. بچه‌ها برای پیدا کردن شمارنده اول راه داریم، روش داریم. باید چیکار کنیم؟ باید بیایم روش درختی رو یاد بگیریم. به کمک روش درختی ما میتونیم شمارنده های اول یه عدد رو پیدا کنیم. بعد از اون چیکار میکنیم؟ به کمک شمارنده های اول بزرگترین مقسوم علیه مشترک که اصطلاحاً میگیم به میم میم. به میم از کجا میاد؟ به اول این، می اول این و می اول این. بزرگترین مقسوم علیه مشترک به میم میم و کوچکترین مضرب مشترک که میم میم رو پیدا بکنیم. پس وقتی که بزرگترین مقسوم علیه مشترک رو از ما خواست، اون دو عدد رو میذاره داخل پرانتز و وقتی که کوچکترین مضرب مشترک رو خواست یعنی که میم میم رو، اون دو عدد رو میذاره داخل کروشه. پس هر وقت پرانتز رو دیدین یعنی به میم میم و هر وقت کروشه رو دیدین یعنی که میم میم. خب حالا برای اینکه به میم میم یک عدد رو پیدا کنیم باید شمارنده های مشترک اونها با بیشترین تعداد رو پیدا کنیم و در هم ضرب کنیم. اما برای که میم میم شمارنده های مشترک، ببخشید اینجا با کمترین تعداد اشتباه تایپ کردم، شمارنده های مشترک با کمترین تعداد. اما برای که میم میم شمارنده های مشترک با بیشترین تعداد ضرب در شمارنده های غیر مشترک. حالا یعنی چی؟ الان براتون توضیح میدم. خب پس برای ب میم میم ببینید اینجا نشون بذاریم ب داره، پس با که کمترین تعداد، اینجا که داره کوچکترین با بیشترین تعداد، برعکس همن، کوچکترین با بیشترین، بزرگترین با کمترین تعداد. پس برای شمارنده های مشترک برای ب میم میم شمارنده های مشترک با کمترین تعداد رو در هم ضرب میکنیم. برای که میم میم شمارنده های مشترک با بیشترین تعداد ضرب در شمارنده های غیر مشترک. خب حالا برای اینکه این کار رو انجام بدیم چیکار میکنیم؟ میایم اینها رو به صورت درختی باز میکنیم. یعنی چی؟ یعنی اعداد اولشون رو، شمارنده های اول هر کدوم رو به صورت درختی پیدا میکنیم. اول از 24 شروع میکنم. 24 رو درختی بازش میکنم. چند تا میشه 24 تا؟ هر کی یه چیزی به ذهنش میاد. یکی میگه 3 8 تا، یکی میگه 6 4 تا. هیچ فرقی نمیکنه. مثلا میگیم 4 6 تا. بعد دوباره 4 باز میشه. بله چند تا؟ 2 تا. 6 هم باز میشه. بله چند تا؟ 2 3 تا. وقتی دیدی اگر میخوای هر کدوم از اینا رو باز کنی یکی از شمارنده‌اش که بدون که کار ما تمومه. یعنی الان 2 رو بخوام باز کنم باید بگم 2 1 میاد، پس دیگه نیازی به باز کردن نیست. یا بخوام 3 رو باز کنم میگم 3 1 چون غیر از 3 1 دیگه شمارنده دیگه این نداره. بنابراین شمارنده های 24 شد چی؟ 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 3، یعنی سرشاخه ها 2 و 2 و 2 و 3. حالا بریم سراغ 36. 36 رو هم باز میکنیم. هر چی که به ذهنت میاد، یکی میگه 4 9 تا، یکی میگه 6 تا، هر چی که به ذهنت میاد اشکالی نداره. 4 9 تا. 4 رو باز میکنم میشه 2 تا که باز 2 رو نمیخواد باز کنم چون میشه 1 2 تا. و 9 رو باز میکنم به 3 تا. باز 3 عدد اوله نمیخواد باز کنیم، پس میشه 2 و 2 و 3 و 3. می نویسم 2 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 3. یعنی در واقع 36 از حاصل ضرب اینا ایجاد میشه. ببین 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا 4 9 تا 36 تا. وقتی که اینو نوشتیم میریم سراغ نوشتن ب میم میم. الان ما شمارنده های اول 24 رو اینجا نوشتیم. 2 و 2 در واقع 2 و 3. میگیم شمارنده های اول 24 چنده؟ میگی 2 و 3. شمارنده های اول 36 چنده؟ بازم 2 و 3. اما وقتی از ما میخواد ب میم میم
24 و 36 رو پیدا کنیم، طبق این فرمول میگیم شمارنده‌های مشترک با کمترین تعداد رو در هم ضرب میکنیم. 2 اینم داره، 24 هم داره، 36 هم داره، اما گفته با کمترین تعداد. 24 3 تا 2 داره، 36 2 تا 2 داره، کمترینش رو برمی‌داریم، یعنی 2 تاییه رو برمی‌داریم. ضرب در 3 هم مشترکه، هم 24 3 داره، هم 36. کدوم کمتر داره؟ ایشون 24. یه دونه 3 داره، پس یه دونه 3 رو اینجا می نویسیم و در هم ضرب میکنیم. 2 تا 4 تا 4 3 تا 12 تا، پس به میم 24 و 36 می شود 12. اما میریم سراغ که میم. برای نوشتن که میم میایم چیکار میکنیم؟ کروشه میکشیم. که میم 24 و 36. خب طبق فرمول بالا برای که میم شمارنده های مشترک با بیشترین تعداد، مشترکاشون چی بود؟ 2 همین داره، همین داره. بیشترین تعداد مال این دواش 3 تاست، برای 36 2 تاست. بیشترین یعنی اون 3 تاییه رو می نویسیم. 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در دیگه مشترک چی داریم؟ 24 یه 3 داره، 36 2 تا 3 داره. بیشتریه رو می نویسیم، اون 2 تا 3 رو می نویسیم. 3 ضرب در 3. یه چیز دیگه داره، ضرب در غیر مشترک ها. آیا غیر مشترک اینجا میبینید عددی هست که عدد اولی هست که 24 داشته باشه 36 نداشته باشه یا بالعکس؟ نه نداره، پس چیزی نداریم، بنویسیم مساویه. 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا، اینا شدن 8 تا، 3 تا 9 تا 8 9 تا 72 2 تا. اینم که میم 24 و 36. پس فقط کافیه که این فرمول رو برای هر دوتاش حفظ کنیم. به میم شمارنده‌های مشترک با کمترین تعداد در هم ضرب میشه، واسه که میم شمارنده‌های مشترک با بیشترین تعداد ضرب در شمارنده‌های غیر مشترک. خب کاربردهای تجزیه درختی که ما دیدیم برای چه کاری هست؟ یه کاربردش برای ساده کردن کسر هست. یه همچین کسری رو دارم میبینم، میتونم این رو چیکار کنم؟ سادش بکنم. یعنی بیام 28 رو تجزیه درختی کنم، 32 رو هم، 70 رو هم و 64 رو هم. ببینید به این شکل. 28 رو من اینجا می نویسم، رنگ قلمم رو عوض کنم شما بهتر ببینین. 28 رو باز میکنم میشه 4 7 28 تا. 7 عدد اوله، چون غیر از یک 7 چیز دیگه ای نیست. 4 ولی به 2 تا باز میشه. پس شمارنده های اولش شد اینا. حالا 32 میشه چی؟ میشه 4 8 تا. 4 باز میشه به 2 تا، 8 باز میشه به 2 4 تا. دوباره 2 که باز نمیشه ولی 4 باز میشه به 2 تا. پس شد 2 2 2 2 و 2. بعدی 70 رو باز میکنیم. 7 10 تا، 70 تا. 7 که باز نمیشه 10. 2 5 تا. 7 و 2 و 5 هر سه عدد اولن و 64 میشه 8 8 تا 64 تا. 8 باز میشه به 2 4 تا، 4 هم باز میشه به 2 تا. این هم همینطور 2 4 تا، 4 هم باز میشه به 2 تا. پس شد 2 و 2 و 2 2 و 2 و 2. اینا شد شمارنده های اول. حالا این خط کسری رو میکشیم و جای هر کدوم اعداد اول رو میذاریم. 28 شد چی؟ 7 ضرب در 2 ضرب در 2. 7 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در جای 32 چی بذاریم؟ 1 2 3 4 5. 5 تا 2. 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2. و برای نه دیگه بالا نداریم، اینم صافتر بکشیم. خب حالا 70 شد چی؟ 7 ضرب در 2 ضرب در 5. و برای 64 چند تا 2 داریم؟ 6 تا. 2 ضرب در 2 ضرب در 2 6 تا 2 باید بنویسیم مساوی. خب حالا میدونیم که باید عین همه رو از بالا پایین چیکار کنیم؟ بزنیمشون، ساده کنیم تا
کسرمون ساده بشه. یعنی این 7 با این 7 میره، این 2 با این 2 میره، این 2 با این 2 میره، این 2 با این 2 بره، این 2 با این 2 بره، همینجور تا زمانی که وجود دارن 2 به 2 ساده بشن. شد چند تا؟ ببینید در واقع 7 تا 2 بالا بود، 7 تا 2 پایین از هم رفتن، یه 7 بالا یه 7 پایین از هم رفتن. بالا هیچی نموند. وقتی هیچی نموند یعنی 1، ولی پایین یه 5 موند. پس ساده شده این کسر می شود 1/5. شما اگر زمانی که توان رو میخونید دیگه نیازی نیست این همه 2 رو ردیف بکنید. می نویسی 7 ضرب در، الان چند تا 2 می بینی؟ 2 به توان 7 به روی 7 ضرب در 5 ضرب در پایینم 7 تا 2 میبینی، 2 به توان 7. به این شکل 2 به توان 7 با 2 به توان 7 ساده میشه، 7 هم با 7 ساده میشه، بالا هیچی نمیمونه، پایینم یه 5 میمونه. بعد از اینکه توان رو میخونید میتونید به این شکل کوتاه‌تر هم بنویسید. اما کاربرد دیگه تجزیه درختی برای جمع و تفریق کسرهاست. ما میدونیم که برای جمع و تفریق کسرها باید مخرج‌ها رو یکی کنیم، یعنی در واقع مخرج مشترک بگیریم. مخرج مشترک همون چیه؟ کمیمیمه که ما باید الان برای 15 و 20 بگیریم. خب برای کمیمیم گفتیم 15 رو تجزیه درختی میکنیم، 15 رو باز میکنیم میشه 3 5 تا که 3 و 5 هر دو عدد اولن. 20 رو باز کنیم مثلا به 2 10 تا، 10 هم باز کنیم به 2 5 تا، 2 و 5 هم هر دو عدد اولن. حالا میایم کمیمیم. کمیمیم یادتونه که گفتیم مشترک ها با بیشترین تعداد ضرب در غیر مشترک ها. مشترک هاشو این الان 3 ضرب در 5، این 2 ضرب در 2 ضرب در 5. مشترکشون کیه؟ 5 فقط. پس میشه 5. دیگه مشترک دارن؟ نه، این 3 این 2. مشترک ها ضرب در غیر مشترک ها. 3 غیر مشترکه یعنی 15 داره 20 نداره، 2 هم غیر مشترکه یعنی 20 داره 15 نداره. پس 2 ضرب در 2 اونم می نویسیم. می شود چند؟ 5 3 تا 15 تا، 2 2 تا 4 تا، 2 2 تا 4 تا، 4 3 تا 12 تا، 5 تا 12 تا می شود 60 تا. پس کمیمیم 15 و 20 می شود 60. اینجا کاربردش مشخص میشه. ببینید الان من دیگه 15 و 20 تا نباید بنویسم که باید کمیمیمشون که 60 هست رو بیارم اینجا تو مخرج به عنوان مخرج مشترک بنویسم. بگم 15 چطور میشه 60 ضرب در 4 میشه، صورتش هم حسودی میکنه، 4 4 تا 16 تا. 20 چطور میشه 60 ضرب در 3 میشه، صورتش هم حسودی میکنه، میشود 3 7 تا 21. حالا منها رو انجام میدیم. 16 منهای 21 میشود -5 60. اما مثال بعدی بمیمیم و کمیمیم 45 و 50 رو حساب کنین. الان دیگه کاملا مسلطین، میتونین انجام بدین. اولین کاری که میکنیم تجزیه درختیه. 45 میشه چی؟ 5 9 تا 45 تا. 5 که عدد اول، 9 رو باز میکنیم به 3 3 تا. پس شد 5 3 3. و 50 میشه چی؟ 5 10 تا. 5 که عدد اوله، 10 رو باز میکنیم به 2 5 تا. پس میشه 5 2 5. درسته؟ حالا به میمی میشه چی؟ مشترک ها، حاصل ضرب مشترک ها با کمترین تعداد. مشترکشون کیه؟ 5 مشترکه. ببینید این 5 داره، اینم 5 داره، ولی با کمترین تعداد. اون یه دونه ایه رو می نویسم چون این یکی 2 تاست، این یکی یه دونه. با کمترین تعداد یعنی یه دونه ایه. دیگه مشترک چی داره؟ این 3 این 2 دیگه نداره. تمام. پس قرار نیست دیگه تو چیزی ضرب بشه. این مشترک های بمیمیم. پس بمیمیم 45 و 50 میشه 5. اما کمیمیم مشترک ها با بیشترین تعداد. مشترکشون 5، این یه دونه 5 داره، این 2 تا 5 داره، پس بیشترین تعداد 2 تا 5 رو می نویسیم.
ضرب در بازم مشترک داره؟ نه. ضرب در غیر مشترک ها. 2 غیر مشترکه چون این داره این نداره. 3 هم غیر مشترکه چون این داره این نداره. هر دو رو می نویسیم. 2 ضرب در 3 در 3. خب 2 5 تا 10 تا 10 5 تا 50 تا 3 3 تا 9 تا 9 5 تا 45 یه صفرم داره 450. پس که میم 45 و 50 میشه 450 به میمش میشه 5. یه راه حل کوتاه برای اونایی که میخوان تست بزنن برای پیدا کردن که میم اینه که وقتی که شما اینجا به میم رو پیدا کردین، برای اینکه برسیم به این که میم کافیه که 2 تا عدد رو در هم دیگه ضرب بکنین، تقسیم بر به میم بکنین و سادش بکنین. 5 به 5 1، 50 به 5 10، 10 ضرب در 45 میشه 450. این یه راه کوتاه و تستیه ولی به درد امتحانات پایان ترم نمیخوره. امتحانات پایان ترم حتما باید از روش پایین انجام بشه. عزیزان امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشین. ما رو در صفحات مجازی مختلف دنبال کنین، رای آموز رو دنبال کنین و از ویدیوهای بعدی لذت ببرین. خدا نگهدار.